داستان مطالبه این هفته را اختصاص دادیم به نوجوانی به نام وحید به چسب اعتیاد دارد. این چسب در تمامی فروشگاه‌های مصالح ساختمانی به فراوانی وجود دارد. چسب اسینا نگاش به خاطرش درسم خوندی شما؟ کوچکی خوندیم الان چسب میکشیم. چند سالتونه؟ من 17. نه تنها این مدل چسب بلکه همه نوع مواد مخدر به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس است. واسه چی داره؟ چیشه؟ چینکاساست. تونستم مقدار شیشه و وسیله استعمالش رو بدون هیچ دردسری تهیه کنم و پاکتی که می‌بینید توی دستبند شیشه هست. سوال اینجاست که چه کسی باید نظارت کنه؟ آیا کسی هست که بالاخره به این موضوعات نظارت کنه؟ و این در دسترس بودن باعث شده تا معتادان متجاهر در تعداد بالا به راحتی در کوچه‌های شهر اقدام به مصرف مواد مخدر کنند. همه این افرادی که می‌بینید در حال استعمال مواد مخدر هستند و به راحتی در کنار خیابون مواد مخدر رو مصرف میکنن. ما هم یه چیزی هدیه گرفتیم توی همین مسیری که داشتیم میرفتیم که فکر میکنم برای مصرف مواد مخدر صنعتی هست. خدا اینو خراب کنه که اینو درست کرد. معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد کودکان و زنان تنها گوشه‌ای از مشکلات محل زندگی وحید بود. وحید از مسئولان خواستار پیگیری و حل این مشکلات بود. مدرسه، پارک، اینجور چیزا دوست دارین اینجا ساخته بشه؟ اینجا؟ بله. اینجا؟ تو منطقه شما؟ بله، شیرآباد. سکوری باش. یعنی نظافت کنن. پارکم درست. کوچه کسی پنتش رسیدگی نکنن به مشما. اگر نه پول دادن این کوچه رو تمیزه. این محلت هستن آب ندارن اما زکش مدرسه کن ما نتوانن سود نیره مگسان تنگم مسیس کن خدایا این گندو مریض بی بانده دردنا و بی پجوانیشان شهر در جمع کن. اگه مشبهشانی فکر میکنی که مشبه دستار روان امیر مریض بین. برای از بین بردن این مشکل بیش از 10 اداره دخیل هستند. این هفته برای پیگیری به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان رفتیم. این وضعیتی که شما می‌بینید مثلا میگم بحث معتادین متجاهر در سطح شهر زاهدان زیاد شده که الان ممکنه گلایه خیلی از شهروندان هم هست، به خاطر اینی که محل‌های نگهداری اینها الان ظرفیت محدوده. تا 6 ماه گاهن دیگه قابلیت اضافه کردن نداره. به خاطر همین در یک مقاطع این معتادین متجاهر در سطح شهر زیاد میشن. به نظرم باید یه عزم جدی همه ماها از شهروند گرفته تا بالاترین مسئولین داشته باشیم که بتونیم این شرایط رو اندکی تغییر بدیم. خیلی خوشحالم که در واقع این نگرانی به صورت رسانه‌ای هم مطرح بشه. همون محمولی هست که خریدیم و ما توانمون همین حداقل میتونیم معدوم کنیم و از بین ببریم. امیدواریم شاهد روزی باشیم که تمامی این مواد خانمانسوز به همین شکل نابود شود. ما به رسم همیشگی گزارش‌های مطالبه مردم عین مصاحبه‌ها و تصاویر را پخش کردیم و امیدواریم مسئولین زیربط به جای برگزاری جلسات و پیاده‌سازی آن بر روی کاغذ هر چند روز یک بار برای دیدن این مشکلات در حاشیه شهر زاهدان پیاده روی کنند و بعد از آن تصمیم بگیرند. انشالله. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.